دوستان و عزیزان بیننده حضور تک تک شما سلام. امیدوارم همه روز خوشی را در پیش داشته باشین یا سپری کرده باشین و باز هم شما را در ویژه برنامه امروزی ما خوش آمدید میگم. و دیدن برنامه امروزی ما بسیار مهم. فکر کنم که همه باید بنشینیم و این برنامه را خود ما ببینیم. و برنامه امروزی ما داستان ناگفته جای محل بود و باش شخصی که خیلی قابل احترام است، خیلی قدامت تاریخی دارد. با هم میبینیم غار کوهی که حضرت داوود در اونجا زندگی میکردن. میبینیم، باور کنید که بسیار دیدنی است. جایی که اونا زندگی میکردن قابل دیدن است. کجاست؟ از سمرقند داخل سمرقند نیم ساعت 40 دقیقه که آمدیم. ها 40 دقیقه بود. یک ساعت قریب شد. یک ساعت راه. یعنی عجبه داخل میریم ببینیم که چی هم میبینیم. اون چی اون؟ دیدن دیوید خان نمیشد که داوود جبه نشته از حضرت داوود. چی بوده؟ اسمان که ورده اینجا میکنن باز کشته میتن. یک منطقه کوهستانی بوده. جای حضرت داوود امی کو در غار بوده گیس. باش کمینه گفته میتونیم آنه حضرت داوود زیارتگاه. باش آنه میریم کو پیاده رویش مول بخلم. بالا میریم کو بالا میریم. با میگه این تو میریم از طرف سرک اگر روید دور میشده است. با پاچتان درد میکنه میکسه است. انا این تو راه پیچی پیچی نزدیک میشد. دارم گفتم این هم منجای سمرقندی، منجای ازبکستان ده همیشان دارن اینه. هم تو میریم بالا. دیدم گفتگی جا اینجا. باش با هرچی نان آوردید، گوشت آوردید، هرچی آوردید اینجا به شما به ظرف میتین که پخته کنه بخورید. خودتون پخته میکنم. وقتی خواهی دیگه پخته میکنم. میشد می اینجا به حضرت داوود محلشون به منم یک 50,000 میتیم شما 5,000 نه 50,000 5,000 اگر برآمدید نمیشد می هر کس برآمد من 5,000 میدیم. اونجا مول می 5,000 دیگه بالش. Ançadan mı çıkıyor? 20.000. Gördün mü? Yekte emin olmadı. Hoş. هنوزم نرسیدگی ما مول و خیالم کمش مون
اینجا رستوران چا اومدیم از اینجا بعدش تو زینه تو اون آخر باید بالا شیم. اینجا مسجد بود است، اینجا به نماز میخواندیم. اسبا کتی میبریم میگون اسبا کتی 20 منت میشد، یاده کتی میگون 1 ساعت میگیرد. فرقیتی چقدر Karşı o kansamaya Wi-Fi çeşes. Gün saatla mere. Şehirler çiş yapıyorsunuz yılım. نه Babamın اینجا همین اسبا شما را بالا میبرد. خواهید اگر همین را کرام میکنید ده چند پول؟ 120,000 سوم تا امون می آخر است. ها؟ او با دو تا دیگه هم تو است. اونجا نه، اونجا نه بوده است، از بالا با دو قسمت دیگه هم بوده است. های مور شد. آنا دو کده شدیتان. ها؟ هنچی بریم چی میشد؟ آخرش یا دمگیری میکنیم یا میریم؟ دمگیری میکنیم. دمگیری کرده میریم. خوش. فکرم با 1.5 ساعت بعد قلیکوبه میرسیم. نه هنوزم ما نرسیدگی. این ساعت راه رفتگی هنوزم باید بالا رویم. بالا برویم. اونجا نه، از اینجا با اون خچر دیگه. خوش های او اینا کتی یک تا بیبیچه هم بود است. چی میگون؟ کشتکچه. آفرین. غار داوود و زیارتگاه داوود در کوههای سمرقند وجود دارد. بخشی از میراث معنوی محلی سمرقند به شمار می رود و برایشان زیارتگاه مقدس است. خانه تا پایان به 150. خب 13 تا خانه است می. 13 تا خانه. ببین زینه 13 تا خانه. خوش از جا گیریم خود. واه نه همه قچه بالا آمدیم. رحمت با هم بالا میریم. چند تا خانه دیگه باقی مانده است؟ 5 تا خانه دیگه مزمین خانه 5 تا خانه اون اولش 5 تا دیگه هم بالا میرسیم. بالا رو گیریم. خب همونجا یا نمی همون آخرش می همون آخرش. خوش همون گیریم ما یک همین گیریم. خراب نشه. اون آخرش همون 5 تا اونجا به 5 تا خانه دیگه بود است. خوش شد. رحمت با اونجا به یک تا دیگه مانده بود است. قریب که رسیم بخیر 1.5 ساعت برسیدیم بالا. رایم چی با بالا توالت. نه پایان عکس گیریم. خیلی میدونم از یک گریم پایانه. واه اینجا حضرت داود با آمدیم. غار کوی که همونجا اینجا کس می بودن ده غارشون است. 12 ساعت زینه داشته است. 12 ساعت خانه می زینه. 12 ساعت زینه
12 ساعت زینه. دیگه از خانچه ها خانچه ها 13 تا گفت. 13 تا چه نه 13 تا. حاضر همین آخر برآمدیم 1 ساعت و 40 دقیقه. 1 ساعت 40 جاده هم تو بالا شدیم. خداوند قوت داد دیگه. ما دیگه هم تو جای بالا جای تاریخی هم جای خوش دارم. ما که سفر میم آرام نمیشونم میگردم هم تو. خوب است. اینجا مسجد ماشاءالله اینجا مسجدشان حضرت داوود دوازم باش برایم اون غار پسکه بدست اونجا با حاضر میریم بخیر اینجا با کم ذره پایین میشیم هاش زینا پایین میشیم و اینجا با غار بدست دیگه کن بینیم کنید چی میشد اینا بینید شما کجا و بالا شده ما شهر سمرقند اینجا با غار اینجا با حالتا میشیم با این همه شهر همون شهر سمرقند میینه یا نه خب همین نواحی همیشه ده یعنی باش خط عالمین انا خوش کلمه صبر کنین 1.5 ساعت 1 ساعت و 40 دقیقه بالا شدیم حال یک چند زینه تو پایان میشیم غار رکو اونجا به دست اونجا با اکن قریب رسیدیم ده خدا حضرت داوود غار کوهشان با همونجا بود باششان به دست اینا بینید شما این غار همون غار کوهشان ده چی میگه این کس؟ آره همین بود است خوش رفتیم جای بسیار تعجب کننده است. چطور در این غارا اینا زندگی میکردن؟ یعنی بالاخره Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberçilerin biri Hazreti Davud aleyhisselam ruhanetlerine aziz ve avliyalar آخر از اینجا به از اینجا بخیر حالا بیرون میریم بخیر با همه تو شما میدانید که حضرت داوود علیه السلام از جمله پیغمبرها خوش برآمدن دمو اومدیم آدمو رو آمدیم ما برو سمرقند برو قشمیر برو سمرقند دست راست به سمرقند میرم می من از پسیم میرم آه اون از اونجا دست راست به سمرقند از قشمیر آش این طرفش قیچی میره آیا نمی بار بار رسیدیم آخر رحمت حاضر پستا میشیم ده برای خداوند سفر ما رو بخیر کنه جمعه همیشه دیگه داشتنت بخیر چند ساعت؟ 25 تا کم 5 25 تا کم 5 به همی حاضر یعنی بخیر شروع میکنیم که تاشیم ببینیم که 2 ساعت هم میگیرد می 1.5 ساعت هم میگیرد می تا شدن ما با آخر به نگاه میکنیم ساعت به از پارکینگ موتر تا به حال 3.5 ساعت شدگی است. ساعت چند نکه؟ 5 چند؟
پنج دمه اکنه همه قرار مانده است آنه همونجا به تا میشیم ما اینه یه هم سلایدشان آنه سلایدشان این بود داستان غار حضرت داوود علیه السلام در کوههای سمرقند. دوستان عزیز، برای بهبودی برنامه منتظر پیشنهادات و نظریات خالصانه شما هستیم. بینندگان محترم، برنامه امروزی ما در همینجا خاتمه می‌یابد و تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. الله نگهدار همه شمایان.